به نام خدا. سلام دوستان، میخواهیم بیوشیمی را به صورت منظم و سیستمی پیش برویم مطابق کتاب لیپنکات Illustrated Review Biochemistry ادیشن یا برایش هشتم پیش برویم. کتاب رفرنس وزارت صحت عامه برای امتحان تخصص هم همین است. کتاب خوب است و این کتاب است به بخش های مختلف تقسیم شده به 6 بخش و ما هم همین طور پیش می رویم. بخش اول اصول پایه است، ساختار سلول و بایومولکول ها، بافر و پیج و آب و امینو اسید و پروتین و همه چیز است. و ما در قسمت اول آن کمی عقب‌تر برمیگردیم. یعنی ما اگر از pH صحبت کنیم یا از آب صحبت کنیم، می‌بینیم یک کمی باندهای کیمیایی یا کیمیکال باند را، مثلا روابط هیدروژنی چی است، روابط آیونی چی است یا الکترونیکی چی است، کولون باند چی است، اینها را هم بررسی میکنیم. و در مسئله pH وقتی آمدیم که بخوایم اسید و باز را یا تیزاب و قلوی را شرح بدیم، بازم یک کمی عقب‌تر می‌رویم. در دوران مکتب یک مرور مختصری خواهیم کرد برای کسایی که بیز آنچنانی قوی ندارد در دوران مکتب یا فراموش کرده آنها را، یک یادآوری شود که در مباحث‌های بیوشیمی مشکل برای شما ایجاد نشود. مثلا pH منفی لوگاریتم H هست، یعنی چی؟ اصلا لوگاریتم چی است؟ چرا کار میکنه؟ چرا لوگاریتم استفاده کرده؟ یا معادله هندرسون هسلباخ را بخوایم تشریح کنیم، او اکویشن یا معادله را از نگاه ریاضی معادله چه رقم ساخته شده و چطور به او کشف رسیده و چی رو میخواد بیان کنه، یا PKA چی هست، کمی مختصر ما رویش بیشتر غور میکنیم تا ذهن نشین برای کسایی شود که فهمی دقیقی از کیمی یا شیمی نداره و کیمیا را ریاضی را با هم ادغام میکنیم انشالله. و این درس را بعدش که از اون مرحله بیرون آمدیم و شروع کردیم به امینو اسید و پروتین ها، باز دیگه او قدر بعدش عقب نمی رویم که باز شروع کنیم که در دوران مکتب چطور شده. کمی مختصر مرور در مبحث اولی روی موضوعات کیمیای دوران مکتب خواهیم داشت. ترتیب موضوعات کیمیا بیوشیمی در کتاب لیپنکات: اول اصول پایه است، ساختار سلول و بایومولکول ها، آب و پیج و بافر است. بعدش امینو اسید. اینا کل در مبحث فصل اول گنجانده شده است. مبحث بخش دوم متابولیسم انرژی است، گلایکولیز است. خب همون زنجیره تنفسی خود حجره که چه رقم کریب سایکل ساخته شده، یا این بخش هاست. و بخش سوم یک پارچگی و تنظیم متابولیسم است، مسیرهای متابولیک و تنظیم هورمون ها، چه رقم هورمون متابولیک را تنظیم میکنه. بخش چهارم اطلاعات ژنتیکی مثل سنتز پروتین توسط هسته، کدهای هسته‌ای مثلا توسط دی ان ای، چه رقم دی ان ای کپی میشه، آر ان ای را میسازن، همون مسنجر آر ان ای. و این بخش پنجم بیوشیمی سیستم های بدن است، بیوشیمی خون و هموگلوبین، بیوشیمی بافت های خاص مثل کبد، عضله، مغز. بخش ششم موضوعات پیشرفته کلینیکی یا بالینی هستند. وقتی سر بالین بیمار شما بروید، اون موضوعات کلینیکی به شما به درد میخوره. اصلا تیپ
خصوصا بیوشیمی مضمونی نیست که شما یک سری فاکتور فقط حفظ کنید. مهمتر از حفظ مفهوم را درک کردن است. بفهمید، عمیقاً بفهمید، پایه را بفهمید چطور این اتفاقا میفته. وقتی موضوع را درک کردین، حفظ کردن مطلب هم آسان است. و اینکه چگونه حفظ کنیم این مطلب ها برای سالهای سال، نه فقط برای شب امتحان بمانه. باز برای شما ویدیوی در دست ساختن داریم در مورد انکی. برنامه انکی بسیار یک برنامه مفیدی، فلش کارت میسازه. فلش کارت داره طوری بر شما یاد میده که به حافظه دائم شما بره، از حافظه موقت میکشه به حافظه دائم که سالهای سال، نه تنها برای شب امتحان میمانه. او بخش هم برای شما کار میکنه. و یک خوشخبری برای شما بدیم که او فلش کارتایی که ما برای شما میسازیم مجانی در اختیارتون قرار میدیم در کانال تلگرام خود یا در وبسایت ما. هنوز وبسایت ما کامل راه اندازی نشده، مشکل خاص یا سرور داریم. اگرچه مبلغ زیادی نمیشه، اما متاسفانه در افغانستان قرار داریم و نمیتونیم پیمنت کنیم. کوشش میکنیم که نفری پیدا کنیم که بخش هاستینگ را انجام بده و وبسایت ما رن شود. وبسایت ما ساخته شده است، از قبل آماده است، فقط مشکل هاست داریم. مشکل رفت شد، تمام درس ها را ما اونجا میاندازیم و فایل ها و مواد درسی را برای شما آماده کردیم اونجا میگذاریم. و خبر خوش دوم این است که کتاب بیوشیمی را ما در دست ترجمه داریم. البته زمانگیر است و آهسته پیش می رود. فصل اول ترجمه شده و خوبی ترجمه ما با کتابای ترجمه شده در بازار این است که ما دو زبانه کار میکنیم. یعنی قسمت متن اصلی انگلیسی را ما کار نمیگیریم، میگذاریم برای شما و قسمت ترجمه را هم اضافه میکنیم که شما از هر دو استفاده کنید، هم انگلیسی هم فارسی همزمان. و تصاویر هم همون تصاویر است، هیچ تغییر نمیکنه، فقط ترجمه فارسی اضافه می شود و شما میتونید از هر دو زبان استفاده کنید. برای کسایی که زبان انگلیسیشان زیاد قوی نیست این میتونه مفید باشد، چرا که امتحانات هم افغانستان و هم در سطح بین المللی اگر شما بخواید برای امتحان یوز ملی آمادگی بگیرین، امتحانات قطعا به زبان انگلیسی است و این برای شما میتونه مفید تمام شود. یعنی شما هم انگلیسی رو بخونید و هم فارسی رو و آهسته آهسته که شما یک چپتر دو چپتر رو که بخونید به هر دو زبان، آهسته آهسته خواندن زبان فارسی شما کمتر شده میره و شما واژه ها و کلمات کلیدی را با خاطر شما میآید و دیگر نیاز نمیشه که از قسمت فارسی زیاد استفاده کنید. و اگر انتایر کتاب، تمام کتاب را که شما به این روش پیش برین، دیگر در کتاب دومی طب مثلا فیزیولوژی، آناتومی، پاتولوژی دیگه فکر نکنم آنچنانی نیاز به این داشته باشین که دیکشنری بکشین یا از دو زبانه استفاده کنین. البته ما کوشش میکنیم که همه مضامین را همه رقم دو زبانه ترجمه کنیم، ولی این فکر میکنم کاری حتی یک ماه دو ماه که سالهای سال نیاز داره و اما کوشش میکنیم که اساسا آهسته و پیوسته انجام بدیم و موضوع را در اختیار شما حتما قرار میدیم. خب امروز ما همین قدر بسنده میکنیم و ویدیوی بعدی خود را ما از کجا شروع میکنیم؟ از پایهش بیوشیمی، از پایه دوران مکتب. حتی لوگاریتم چرا مثلا آمده در قسمت پی اچ وارد شده، مبحث لوگاریتم از کجا آمده، یا پی کی اچ اس یا ایکویلیبریوم چی را میخواد بیان کنه، یا معادله هسلباخ مفهومش چیست، چطور به او معادله یا به او اکویشن رسیدک
البته تمام کشفیات همه‌ایش مربوط به این نیست که تو آزمایش انجام بدی. یک قسمتش هست، آزمایش هست، آزمایش که اساس علم است. و مرحله بعدی که بخوای او رو به جلو ببره دانش ریاضی است. در کیمیا زیاد از ریاضی استفاده میشه. اصلا ریاضی زبان علم است، خودش یک علم جداگانه یک رشته علمی است، اما زبان است، زبان برای فهم طبیعت است. کسی که میخواد فیزیک بفهمه، کسی که میخواد کیمیا را یا بایوکیمیا یا بایوکیمیستری را بخواد بفهمه، ریاضی واقعا نیاز میشه. خودم معادله هسلباخ هم خودش یک قسمت متوجه میشه که این اتفاق در کیمیا در تجربه اتفاق میفته، اما چطور با اون معادله میرسه؟ این معادله توسط ریاضی با اون میرسه. ما با اون قسمت هم اشاره خواهیم داشت و منتظر اولین ویدیوی ما باشین. تشکر.